تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتمی خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار 11. روز جمعه همان هفته عمر آنها را به گادی سوار کرده به کوشک دو طبقه زیبای برد که در مرکز کابل میان باغ سیر درخت جای گرفته بود. مسافران شغلی را اکنون شناخته نمی‌شد. لباسشان تازه و آزاده، به پا بوت‌های لاک‌زده فرنگی، به سر کلاه‌های پوپکدار هندی داشتند. می‌دانستند که در کوشک آنها را صاحب نظر قلندر و دوست انگریزیشان نیپ انتظارند. اما به این سوال که از چه به دو کوهستانی فقیر این دو ارباب بلند مقام چنین توجه دارند جواب نمی‌یافتند. آخوان، چقدر مردم نیکند اینها؟ خطاب کرد دارابشاه به خیر محمد وقتی که از گادی می‌فرامدند. یک موی نیکی از ما دیدهشان را کوه کرده برمیگردانند. همین طور می نماید. قریب ناشنوا آواز برآورد خیر محمد و از پس زنگی قدم گذاشت. عمر همراهانش را به خانه کلانی درآورد که درهای گران زردفام چوبی، دو نشستگاه دراز و کرسی‌های پشتکدار چرمی داشت و از 4 تریزه فراخ شیشه‌بندیش روشنایی زیاد درآمده آن را چون روز روشن می‌کرد. در کرسی‌های چرمین صاحب نظر قلندر نیپ، یک جوان 25-30 ساله ریزه پیکر فرنگی پوش، در نشستگاه دراز زیر دیوار مقابل 6 نفر، 5 مرد و یک زن خوش لباس می نشستند. اول شیخ، سپس نیپ مهمانان را بغلکش پیشواز گرفتند. شما و نیپ هر سه‌تان امروز مهمان من می باشید. با چالاکی عادتیش صاحب نظر خیر محمد و دارابشاه را با التفات از بازوانشان داشته به کرسی ها شناند. مرحبا به خانه ما، و از نگاه های حیرت آمیز آنها رموز گرفته به سوال ندادهشان پاسخ داد. این حجره اروپایی ساخت من است. در اینجا مهمانان اروپایی را قبول میکنم. شیخ، عجب گپی گفتی، شوخی آمیز ندا داد دارابشاه. دیگر از من و خیر محمد اروپایی تر در دنیا کسی نیست. این هنگام زن پریده از جا خیست و به لفظ روشانی فریاد کشید: وراد، تو دارابشاه نیستو؟ دارابشاه نیز تند برخاست و کلاه از سر گرفته به میز پرتافت و به خرسندی شگفت‌آمیز بانگ زد: یخمرجان، تو قبولی سام، ایدک تویا، به آن طرف گذر و خویشانت را زیارت کن، گفت صاحب نظر و از دست دارابشاه گرفته به جانب مقابل گذراند. مرجان گریه کنان خود را به آغوش دارابشاه انداخت. هیجان زن آنقدر پرشدت بود که هوش باخت و مدار بدنش را ترک کرد. دارابشاه وی را شناند و سرش را به آغوش گرفته خود در پهلویش نشست. صاحب نظر به استکان آب ریخت و به سرشان شتافت. اینقدر جان سوز داشته ای سیده؟ خطاب کرد شیخ و استکان را به دارابشاه داد. بنوشان که هوشش به سر بیاید. مرد همپهلوی مرجان پیش دستی کرد و استکان را گرفت و زن را نوشاند. در همین حال نگاه دارابشاه بر روی مرد افتید و از قعر سالها چشمان دریارنگ و بازیگر دوست آوان کودکیش برخیار در خاطرش احیا گشتند. بلخیار. در خطاب دارابشاه
مسرت و اضطراب و شک و یقین آنقدر توأم صدا دادند که حتی نیپ برخاست و صلیب کشید و به نیم آواز گفت: مادر خدایا، بنی آدم را از آوارگی نگاه دار. از تأثیر آب سرد مرجان به خود آمد. دارابشاه و برخیار او را رها کرده یکدیگر را به آغوش کشیدند. 4 مرد دیگر هم که همگی شغنانی بودند، چون خویش و تبار خودی آنها را کنار گرفته پرسپاس کردند. 2 خدمتگار چست بالای میز دستارخوان گسترده در چند دقیقه آن را از لالی و لالیچه، چمچه و چنگچه، کارچه و دستارچه، شربت و شراب، کباب و گوشتاب، ماهی و مرغ و میوه و سبزوات پر کردند. با اشاره نیپ عمر به چند قدح می سرخ رنگ ریخت. نیپ یک قدح را به عمر دراز کرد و به حاضران رو آورد. جنابان، ما همگی شاهد لحظه رقتباری بعد سالهای طولانی فراق و حسرت به هم آمدن این آدمان زنده جدا گردیدیم. ببینید سرنوشت تلخ با انسانها چه می کند. اما من مطمئنم خداوند به ما چنین اختیار هم داده که تقدیرمان را به دست خود بگیریم. باید دانیم و عرض گذاریم که اگر شیخ مشقت سفر شغلان را به عهده نمی گرفت، دارابشاه 100 سال دیگر هم به دیدار پیوندانش نمی رسید. من این پیک را برای صاحب این قصر دلربا، دوست دانشمند و میهم پرستم، صاحب نظر قلندر می نوشم. نیپ و عمر قدح ها را خالی کرده دست به سبزوات بردند. صاحب خانه گرد میز گشته هر یک مهمان را با لطف و مهربانی به صرف غذا تشویق نمود. دارابشاه و خیر محمد که بار نخست سر دستارخوان به شیوه اروپایی آراسته می نشستند، چی کردنشان را نمی دانستند. به جای خوردن به چی طور استفاده بردن اسباب و اسکونه خوراکخوری می اندیشیدند که راه کاسه و طبقهای طعام را بسته بودند. این اثنا صاحب نظر قلندر به سرشان رسیده چمچه ها را درون کاسه گوشتاب گذاشت و از طبق کلان به لالی ها کباب کشید. البته در روشان نورافشان خوراک می خورند، نه شیشه و آهن، ولی این تجربه هم یگان وقت کارتان می دهد. گفت نیم شوخی و نیم جدی صاحب خانه و مهمانان را از وضع ناباب رهانید. نه خیر محمد نه دارابشاه هیچ تصور کرده نمی توانستند که برای صرف چند لقمه خوراک به دستارخوان این قدر ظرف و اسباب گذارند و زیر عرق مانده آداب خوردن رعایت نمایند. از آن که طرز استفاده چمچه و شاخه را نمی دانستند، تنها آب می نوشیدند و خلاص. ولی بجز مرجان از رفتار همدیاران دیگرشان معلوم بود که نه یک بار و 2 بار سر چنین دستارخوان می نشینند. مرجان رومال سرش را برو کشیده بی صدا اشک می ریخت. نیپ و عمر چون هم قدح دیگر نیافتند، 2 جام دیگر را نیز به سلامتی سر صاحب خانه برداشتند. صاحب نظر قلندر پس از چند بار چرخ زدن در گرد میز به کرسیش نشست و با آواز شیردار و نرم خود مقصد جمع آمد را اعلان کرد. دوستان عزیزم، قدرت پروردگار عز و جل را بینگرید که ما را از گوشه های گوناگون ربع مسکون از ماورای هزاران فرسنگ راه در خاک پاک کابل به هم رسانده است. چه افتخار بزرگ امروز نصیب هر یک از ما گشته که کاردار بزرگ دولتخانه انگلستان جناب نیپ ایل است و 2 برادر معتبر ما خیر محمد و دارابشاه از شغنان و مجلس انس ما پیوستند. یکی از بزرگان ما چه خوش فرموده: رهی پیشت بدان امید آید که سایه از پی خورشید آید. چو وقت و جای نیست ای زندگانی، چگونه خواهم از تو مژدگانی. اما حالا ما از زندگانی مژدگانی داریم، چون در این وقت و جای رهیان ما را اذن داد تا به دستبوس همدوالان دور افتاده خود برسند. من در عوض نیکی هایی که از مردم شغنان دیدم، نیت کردم که آنها را در خانه ام جمع بیارم و اندکی هم باشد غبار غریبی را از لوح سینه هاشان بزدایم. جناب نیپ هم بسیار می خواهد
با این قوم دوستی و نزدیکی داشته باشد. الله تعالی همه ما را به مراد و مقصود برساند. تحلیل شعر. قدرت از خواب سیر نشده باشد هم به محض به یادش رسیدن نوبت آسیاب با یک حرکت چابک از بستر برخاسته در نیم تاریکی اول کرته، تنبان، جوراب، بعد پوستین و پیخ پوشید و برای آنکه همسر و بچه هایش را بیدار نکند در را بی صدا گشاده بیرون برآمد. از آسمان پر ابر ماه قوس ذره ذره برف نقرفام می‌ریخت. قرقر دست جمعانه زاغان سیاه به آن دلالت می‌کرد که برف در دوام روز شدت خواهد گرفت. هوا به سبب ابرناکی سرد بد نباشد هم کار آسیاب فارغ بالی نمی پرورد. مبادا چرخ یخ بسته از گردش ماند بر ضمن برداشت بار ملامت مردم 10 فی گندم را برای بکار انداختن آن به استا دادن لازم می آید. خدا نکرده اگر چرخ آسیب بگیرد نیم خلطه به کام استا می رود. برای قدرت سیربچه هر پیاله آرد قیمت 1 تنگه طلا را دارد. او در بحر خاروق زمین نداشت. والدان تا صاحب عقل و ادراک شدنش پس هم از دنیا رفتند. اگر امه‌اش او را با خود به درواز به خانه شوهرش نمی برد خدا می داند وی هم زنده می ماند یا نه. وقتی که در 14 سالگی به زادگاه برگشت خانه اش را مکان میر موشان یافت. زمینش را خویش و اقربا بین خود تقسیم کرده بودند. آنها هیچ گمان نداشتند که قدرت یتیم مانده به سراغ خانه پدر می آید. فکر می کردند که شوی امه‌اش میر درواز سید بیگ وی را در همان دیار صاحب خانه و در می نماید. اگر دل قدرت به خانه پدری و زیستن در حلقه ریشه پیوندان کشال نمی بود شاید یک عمر مسکون کیوران می گشت. سید بیگ در اندیشه خاندار کردنش هم شد ولی گپی جوان یکتا بود: من به شغنان می روم. امه‌اش هم از بس که یک عمر حسرت زادگاه می کشید بسیار می خواست که برادرزاده اش به خاروق رود و در و پرندر باباییش را آباد کند. سید بیگ راضی شد ولی برای آنکه مبادا خویش و تبار زنش وی را به پرستاری کردن توانستن یتیم بچه گناهگار شمارند حقش را جدا نموده شخصا خودش او را با اساس و پلاس، کاسه و طبق، چند دست موزه و لباس به خاروق آورد. حتی گرفتن جامواری، رویمال و کفش و موزه های برای سورش آماده کرده را هم از یاد نبرآورد. خیریت سید بیگ همراهش بود و آقسخال خاروق به احترام وی خانه پدرش را که یک خویشش به آن هم چشم علا کرده بوده است به نام قدرت وثیقه کرد. اگر سید بیگ نمی شد یقیناً خویشاوندانش او را گشته به درواز می فرستادند. قدرت به آسیاب رسید. در خاموشی صباح مردان صدای چرخش زبرسنگ مرتب به گوش می رسید. پره ها یخ نبستند. دلش پر شد. لوک را از زلف برآورد و در را گشاده درون درآمد. توانگ از آرد پر شده بود. از دور دانه های آخرین گندم سرازیر می شدند. 5 دقیقه دیر می کرد زبرسنگ از بیدانگی خود را می سایید. وی یک بوجین گندم را آزاد برداشته به دور ریخت و سیگزبان را اندکی کشید. نوی دور فراختر گردید و مقدار دانه ریزنده بیشتر. سپس به خالی کردن توانگ پرداخت. سلفیده و نفستنگ شده آرد را با فی به بوجین برداشت و سفید شده بیرون برآمد. پوستینش را کشید و به برف شپانده تازه کرد. تبیت را هم به تنه بید لب جو زده گردش را افشاند و به سر گذاشت. چون مطمئن گشت که پاک شده است پوستین به بر کرد و
لوکی در را گذرانده راه خانه را پیش گرفت. روز به آفتاب روشن می شد. برف از سر قله های آسمان‌بوس تا پسترین همواره های خاروق را با رنگ سفید نقاشی کرده بود. حتی شاخسار درختان هم سیمندود گشته، هر یک در علاهیدگی با شکل و نمودهای بلعجب خود مصوره های افسانوی را به خاطر می آوردند. هر عنصری این مجموعه زیبایی به سر خود بیننده را در شگفت می گذاشت. شاعر مفتون گشته به شاهراه برآمده ایستاد. نفس باز داشت و گوش به قمار ایستاد. سکوت مطلق حکم می راند. حتی زاغ قهر نمی گفت. زاغان هم گویا به صدای پر اسرار ریختن ذره های گردون سیر برف گوش داده به خاطر نشکستن آهنگ این نفاست آواز دغلشان را در گلو بستند. شاعر فرح یافته چشمانش را پوشید و می خواست صدای دیر انتظار زمستان را بشنود. نه اینکه بشنود بلکه با گوش دل دریابد و از بین توده های برف چون آهن ربا بیرون کشد. آن شبیه جرنگاس زنگوله ناعیان است که روی برف به باریکی رشته و سرعت نور دویده در یک میزه زدن به چهار طرف ناپدید می گردد. برف چه اندازه بلند باشد احتمال شنیدن این صدا همون قدر بیشتر است. اما به جای آن غرچ یک مرام پای را شنیده چشم باز کرد و جانب آواز نگریست. از دوری 200-300 قدم سواری می آمد. قدرت دم نظاره اش کرد و راهش را دوام داد. از دود موری معلوم بود که زنش برای صبحانه آش می پزد. قدرت به پشت خانه گذشت و دری عاقل را کشاده گاو و مالش را بیرون برآورد. با نردبان به بام برآمده از بین لی علف 3-4 درزه را کشید و بندهایشان را کشاده روی زمین تیت کرد. حیوانها سراسیموار همدیگر را تیله داده و شاخ زده به آن در افتادند. به شاعر بزرگ شغلان زمین نور دیدگان و تاج سر نخبگان سلام و تعظیم و اکرام. قدرت به حولی نگریست. سواری در شاه را دیدهش در پیش خانه از بالای اسب او را شادباش می گفت. ذهنمان ولی نشناختش. آداب گبزنیش دل شاعر را در به او مایل ساخت. وعلیکم السلام رهگذر شهسوار مرحمت فرمایید. تا قدرت بام را نیم دور گشت و سر نردبان آمد که سوار از فرآمده در تگ آن ایستاده بود. به مدد دستان قدراست از نردبان فرآمدن صاحب خانه باعث خوشنودی حیرت آمیز مهمان گشت. چشم نرسد نام خدا باز پران بوده خطاب کرد مهمان و سینه فراخش را کشاده قدرت را آغوش گرفت و چشمانش را بوسید. خاک پایت شوم ای سخنور بی‌نظیر و ستاره تابان آسمان ادب مملکت. من یک مخلص ناشد نالایق تو هم. اسمم غضنفر، اصلم از غون، گارم محصلی است. از راه دراز در این زمستان سرد و گلبانگ تو آمدم. رفت آوازه اش به بلخ و بخار، همه شاه و گدا قلندر شد. قدرتی خوش خیال و روشن فکر خاک پا از برای دلبر شد. قدرت که در عمرش به این گونه مرد بی تکلف و کتابی گفتار بار نخست دچار می آمد چی گفتنش را ندانسته چون غزل خود را شنید تعارف کرد. در غند هم شعرم را می خوانند. غضنفر رو گرفت. خواندن چی می سرایند؟ سور نیست که سازنده ها نخوانند و رقاصان پرنای نکشند. به هوای من آمده باشی به خانه درآ، آدم چقچقی زیرک می نمایی. مهمان ناخوانده به قدرت سخت پسند آمد. هزار رحمت شاعر، من خر سیاه عاقلت شوم تا سوغاتیم را قبول نگونی به خانه‌ات پا نمی گذارم. مهمان بند چلبور را کشاد و جوالی را از اسب فراورده سر کتف گذاشت و به دهلیز درآورد. این چیست؟ صاحب خانه حیرت زده از پس او قدم گذاشت. گوشت نخچیر برای جیانهایم آوردم. در این سرما شوربای گرم و سرموش خورند گسل نمی شوند. رفتار و گفتار این مرد سرحرکت و زنده‌دل چنان صمیمی و طبیعی بود که بچه های قدرت در گرد او پروانه شدند. پس از خوردن آش غضنفر دعای دراز خواند و به خاندان برکت خواست.
خوش آمدی به دیار ما برادر. از بالا آمده باشی، از پایان آمده باشی، از هر کجا که آمدی حتما خسته شدی دم بگیر. در زبانت عسل، من در بحر پنجه گاری دارم و ساعت پس برمی خیزم. اگر از مقصدم سوال کنی، سوگند به دیدارت گی. اصلا بجز از دیدن چیزی نیست، اما تمنای هم دارم. اگر اجازت بدهی عرض کنم، اگر نه خیر. اگر از دستم براید به جان و دل، چون این گار در تمام مملکت فقط از دست تو می براید. ای مرد پردردهان، جانم به فدایت. من خام خیال پاشنه ترگیده گاهی مشق شعرنویسی می کنم. برای چنین گستاخی و گله پربادی به سرم خاک سیاه. لیکن به دل گفتم که خجالت تمام شرمندگان عالم را بکشم هم بار این چرند پرندهایم را از نظر مبارکت بگذرانم. قدرتی از گفتار غضنفر مفتون و حیران گشته گفت: با این زبان و بیانی که داری من باید شعرم را نزد تو بیازمایم برادر. در کدام مدرسه تحصیل کرده ای؟ والله بالله اگر روی مدرسه دیده باشم. پدرم سوادم را برآورد و خود این آهن را خواهیدم. حالا در نزد مکتبدار دیه کلام الله از بر می کنم. قدرت سبحان الله گویان موج تعجب را از سینه سر داد و پرسید: چند ساله شدی؟ 50. شکر پروردگار. صاحب خانه میخواست گوید که در این سن و سال در مکتب شاگرد ایستادن خنده آور است، اما خودداری کرد و گفت: بسیار نوشته ای. غضنفر معطل همین اشارت دست به کیسه بغل برده یک بسته چرمین برآورد و 4 زانو زده تعظیم کنان نزد او گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. بلای بچه هات بسرم. قدرت از درون جلد چند کاغذ برآورده به دست غضنفر داد. بخوان. در چشمت بمورم، خودت بخوان، من ایبا میگونم. سواد می داشتم، شعر خودم را به کاغذ می نوشتم. غضنفر را گویا برق زده باشد چند ثانیه به دهان واز ناجنبان بر روی قدرت دیده دوخت. چی خیر؟ یعنی نوشتن نمی توانی؟ نمی توانم، الف را از تیاق فرق نمی کنم، گفت بی پروایانه قدرت. غضنفر چشمان پیاله مانندش را از حیرت نیمپوش کرد. درم بسته گردد اگر باور کنم. بعد چه خیلی شعر می نویسی؟ نمی نویسم، می گویم. مکتب نخونده باشی، پارسی از کجا می دانی؟ من در درواز کلان شدم تقصیر. زبان زنده پارسی را می دانم. یتیم که بودم کسی در اندیشم نبود. غضنفر به علامت افسوس و ندامت، یا از آن که مرادش حاصل نگردید یا از بیسوادی شاعر مشهور، سر جنباند و خطاب کرد: گاریست باور ناگردنی. آخر شعر تو را مردم از بر می خوانند، لیکن شعر سید جعفر را نه. حالان که وی نه فقط سواد بلکه مکتب دارد و تعلیم می دهد. گپ در آن که جعفر کتاب خوانده شعر می نویسد، من زندگی را شعر می کنم. سر غضنفر تماما گرنگ شد. دیگر چی گفتنش را ندانسته کاغذهایش را به جلد انداختن گرفت، اما قدرت مانع گشت. بخوان آخر، یا بیسواد بودنم را دانسته از رایت گشتی؟ راست؟ چشمان غضنفر برق زدند. من فقط می خواهم بدانم که نوشتم را در معرکه ها بخوانم یا نه. الها نیازمندت بمیرم. بخوان، من به جان و دل گوش کرده فکرم را می گویم. غضنفر ورق اول را به دست گرفت و خواند: خرگوش جنگلت شوم ای شاه یوسف علی خان، کورموش چاه تو شوم ای شاه یوسف علی خان. روزی به من مسکین نظر کنی از دوری، آهوی پشتت شوم ای شاه یوسف علی خان. با کلم دوام کنی اگر به من اشارت، با اسبم فدایت شوم ای شاه یوسف علی خان. من از امرهای تو سر به آسمان می کشم، سگ درگاهت شوم ای شاه یوسف علی خان. غضنفر برای آنکه تأثیر شعرش را داند توقف کرد و بروی قدرت نگریست. شاعر با 2 دست دهانش را پوشیده از شدت خنده سرناداده سوب سرخ گویا بالای لخچه های آتش می نشست. چی خیر؟ پرسید غضنفر بی طاقتانه. قدرت به احترام مهمان خنده‌اش را فرو برد و گفت: خیلی بد. نخود. غضنفر ناباورانه و با امید ترحم به شاعر نگریست. با این گونه شعر خنده خرش معرکه می شوی اندوار. غیر از این شاعر نباید در نزد شاه ظالم گردن کج کند.
چی خیلی ظالم؟ با آواز شکسته پرسید غضنفر. آدمی که پدرش را کشت مگر ظالم نیست؟ غضنفر از ناراحتی پشت سر خورید. یا یگان منصب گرفتن میخواهی؟ شاه مرا به حضورش دعوت کرده است. برای ملایم کردن دلش این چیزها را نوشتم. مبادا او گپش را دوام نداد. قدرت در چشمانش سایه ترس را مشاهده کرد و گفت یگان گناه کرده ای چی؟ کدام بنده خدا بیگناه است؟ نامعین پاسخ داد مهمان به افسود. دل شاهان را گمی داند. قدرت دریافت که غضنفر گپی دارد که گفته نمیتواند. دلش سوخت. کمی فکر کرد و چنین مصلحت داد. اگر خواهی که دل اسفلی ملایم شود در نزدش همین شعرت را بخوان. همین را؟ این شعر نبوده است گو؟ سالم نیست، لیکن دل وی را فقط همین چیز ملایم کرده میتواند. باور کن. سگی درگاهت شوم جان شاعر جان نخود همین گار دهد. باور کن برادر، اگر کار نداد بیا و ریشم را قاق بتراش. قربان هر تار ریشت که یک فرشته خداست از کجا میدانی که گار میدهد؟ این شعر را به همین نیت نوشته باشی، هیچ چیز دیگر جایش را گرفتن نمیتواند. دل شاه را فقط همین تیر میشکافد، دیگر هیچ چیز. مصلحت غیر عادی شاعر مشهور به غضنفر پسند آمد. او کاغذهایش را با احتیاط به تلیچه انداخت و از جا خیست. به شاعر 3 بار تعظیم کرد و دست به دعا برداشت. انجام گفتار 11. شنونده‌های گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم 2 رمانی تاریخی سروی سنگ عطامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.